خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کلون تا یا دختر تا، ما برای شما اعلان میکنم فتوای حنفی مذهب، هر کسی دخترش نیچ است، سطر ندارد یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمی سازد. اگر امام شود نماز تایسر بکن، امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، هر کسی که زنش سطر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خلقی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد دیوس است. الله دیوس دوست نمی دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی دارد. ثلاثه قد حرم الله علیکم الجنه، مدمن الخمر والعاقل والدی و الدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. 3 گروه مردم از جنت محروم هستند، یکش عاق پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که انانی زن